سلام علیکم مخلص همه بازنشسته‌های با مرام و کسبه با صفام هستیم. آقا عجب تشتکی از عظما پروندید. آخوندا همین که دارن با یه بدبختی دست و پنجه نرم میکنن، بدبختی بعدی داره خودشو گرم میکنه بیا تو زمین. رفقا پا قدمتون خوب بود؟ مسافر خورد به پستم. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام نکرده عزیزی. آشنا میزنی ها. تو اینستاگرام دیدمت یا اینستا مرام؟ چه جالب، شما هم خیلی چهرهتون آشناست. شما همون آقا راننده پیک شادی نیستی؟ ای بابا آقای راننده اسم داره قربونت، غلامت هوشنگم. برای بچه تاکسیرانی به میگن هوشنگ و کاربراتور. خوشبختم. ولی آقا هوشنگ اولین بار که من علم غیب نداشتم اسم شما رو بدونم. منم بابکم. همون بابکی که همیشه با آقای مجری میرید با همدیگه آخوندا رو خال خالی میکنید. چه جالب، میبینید ما جفتمون تو پیک شادیم اما تا حالا هم دیگر رو نزدیک ندیده بودیم. آره هوشنگ خان توفیق اجباری شد. راستش من همیشه با دوچرخه میرفتم استودیو. عجب. اما این هفته گفتم سوار تاکسی بشم نبض خبرها بیاد تو دستم. خوب کاری کردی. از قدیم گفتن یه کورس تاکسی از آزادی تا انقلاب سوار شو قشنگ تو باغ بیای. حالا چه خبر هوشنگ خان؟ خبر که راستش خبر سلامتی. با این تظاهرات‌های هر روزه معلم‌ها و بازنشسته‌ها و کسبه و خلاصه همه برای بچه با مرام یه زلزله آب و تو راهه که دیگه واحدش ریشتر نیست، واحدش ریشتراشه. آخوندا بازدار همه باید ریشتر رو برن بتراشن. میگم این همه وقت که معلم‌ها دارن برای حقوقشون تظاهرات میکنن رئیسی چیزی نگفته، جوابی نداده، واکنشی نداشته. چرا اتفاقا گفته معلم‌ها اصلا دنبال مطالباتشون نباشن. گفته مگه من اون موقع که نمره میخواستم همین معلم‌ها به من نمره دادن که حالا دنبال حقوقشونن. میگه این معلم‌ها همونایین که نذاشتن من از کلاس 6 برم بالاتر. معلومه از شعار 6 کلاس دروغگو خیلی سوختن. هوشنگ خان تو تلویزیون میگفتن، یعنی یه کارشناسی آورده بودن میگفتن دولت سر این قضیه دلار خیلی زحمت کشیده. این دلار باید میشده 60,000 تومان. نه بابا شده 33,000 تومان. باید برید از دولت تشکر کنید. عجب نسناسی بوده. آره عزیز جون، این دولت مردا خیلی دارن زحمت میکشن. اصلا میدونی اینا به عشق مردم ایران موندن، وگرنه زن و بچه و پول و پله و همه چیشون تو خارجه. اگه عشق دزدی از سفره ما نبود اینا هم رفته بودن. ولی هوشنگ خان از وقتی رئیسی اومده یه سری تغییرات ملموسی تو جامعه شده. قبلا روزا برق میره، الان شبا برق میره. قبلا یه ساعتی آنتراک برق بود، الان دیگه یه سره برق نیست. خیلی تحول دیگه. آره نسناس کاراش همه رو حساب کتابه. میگن ماشین گرون شده، میگه خب بگید گرون نشه. میگن حقوق کارگرها کمه، میگه باید زیاد بشه. میگن بورس اومده پایین، میگه خب بگی بره بالا. خلاصه قشنگ باور داره که اقتصاد مال خره. خب بابا جان همش که ما حرف زدیم، شما بیا 2 تا جمله ما رو مهمون کن دیگه. هوشنگ خان شما که راننده تاکسی هستی خیابونا رو مثل کف دستت بلدی. هیچ وقت به اسم این خیابونا دقت کردی؟ خیلی جالبه. انقلاب به آزادی میرسه. عجب باریکلا. پاسداران همون سلطنت آباد سابق، همون سمت و سو، همون جهت، همون شیبو داره. عجب لعنت. خیابون نبرد به پیروزی میرسه. اول پیروزی هم میدون شهدا. یادگار امام میرسه به اوین. انگار یکی این اسما رو با مهارت انتخاب کرده. بابک جان بابک بفرما. آقا با این حرفایی که زدی من به این نتیجه رسیدم که تو یا چیزی داری یا چیزی نداری. راستش هوشنگ خان منم بچه تهرانم ولی نصف حرفاتو نمیفهمم. منظورتو نفهمیدم. بابا اونی که داری معرفته، اونی که نداری لنگه است. لطف داری. اگه موافق باشی بریم که زودتر داریم استودیو رو رد میکنیم. ما رو زودتر برسون که امید منتظره. بله گلی به گوشه جمالت که آخر مرامی. برو بریم، فقط صفر بشین که رفتیم. امید خان کجایی که بابک تو آوردم.